یک نفری به ما مکتوب روان کرده است. از مسافرت، یک فرزند غریب و دور از وطن. و بسیار مکتوب دردناک است و از زندان هست. نفری که 9 سال و 6 ماه بی گناه زندانی شده است. بسیار از ما خواهش کرد که مکتوبش رو بخونیم و در آخر پند و سخنها و پند و نصیحت هایی کنیم تا اینکه کمی هم باشد آرامش پیدا کند. اما دوستان من از پشت کامera پیشنهاد کردند که مکتوب رو نخونیم بهتر است و چند پند و نصیحت ها بکنیم، چون مکتوب خیلی دراز و بسیار غم انگیز هست. خب همان بازم حضرت یوسف به یادم آمد که این جوان هم مثل او بیگناه زندانی شدند و سخنانی را که حضرت یوسف، پند و نصیحت هایی را که برای زندانیان کرده بود، آن را به سمع شما می رسانم. شاید کمی هم باشد قلب شما آرامش پیدا کند. زندان قبر زندگان و خانه غمگینان و محل آزمایش سازندگی دوستان و ندامتگاه گناهکاران و دشمنان است. مبادا سختی ها دنیا را در نظرتان به دخنه تنگ و تاریک مبدل کند. آه چه بسا نفرانی که در زندان نیستند اما قلبهایشان در زندان است. چه بسا کسانی که در زندان نیستند اما از فراق درون و پریشانی خاطر دنیا را در نظرشان بدتر از زندان کرده است. آرزوی خلاصی از زندان شیرین است، بعد همه خلاصی تلخ. آرزوهای دنیای بیرون از این چنینند. آرزوها را هرچی دنبال کنید از شما می گریزند چون سایه. مگر از آن روی بگردانید به دنبالتان خواهند آمد. با جسم خاکی و فانی به دنبال آرزوهای دور و دراز نروید، چرا که عمر به پایان می رسد، جسم فانی می شود، اما شما به آرزوهای خود نمی رسید. بهار را فایز زر در پی است، هر تخت نشینی را عاقبت تخت نشینی به دنبال است. پس بهتر نیست زندان تنگ و تاریک را پر از نور و روشنایی ببینی؟ یاری خوب انتخاب کنید، آن را که یار در کنار دارد از دریای غم کناره خواهد رفت. منظورم از یار خداوند یکتاست. خداوندی که ابراهیم را از آتش نمرود نجات داد، خداوندی که اسماعیل را از دم تیغ نجات داد و خداوندی که یعقوب را از فراق فرزند و یونس را از بطن ماهی نجات داد. او را صدا کن، او آه و ناله و گریه و زاری بندهش را می شنود. او را صدا کن، او را تسبیح بگوی، قلب تو با ذکر او آرام خواهد شد، آرام خواهد شد.